خانواده مهیا یعقوبووا در فقر به سر میبرد. روزگار آنها با حدوداً $10 حق بازنشستگی همسری معیوبش و معاش ناچیز خود مهیا پیش می رود. کچکه پیاز آرد و روغن هم خیلی میخریم تمام. زمین اگر رو پیش نداد. نه این همین واسه کودکان نمیخواد خیلی دست زندگی ما میخواد تمام دیگه چی. کودکانش پیوسته بیمار میشوند و رشد خوبی جسمانی ندارند. دختر کلان این خانواده 10 ساله است. من کلان شوم میخوام دوزنده شوم کرتاهای ملی دوزم. خانه مهیا خرد بوده همگی 2 حجره دارد. آشخانه ندارد. فرش های گلینی خانه با کرتون و کورالین پوشانیده شدند. عبدالمجید در حجره خرد خانه لایی زندگی می کند. این عائله ماه با $50 روز می گذراند و نمی تواند غذای دلخواهش را بخرد. کایم خدای اوتما گذراندم یا سوشید با فکر من گوشت خوردم من گوشت خوردم تمام زور نمیرسه من گوشت گرفتم. عبدالمجید می گوید اگر برایش یک پارچه زمین بدهند زندگی بهتری بنیاد خواهد کرد. کلونتیا هم خونه میکنم هم اگرود میکنم نه که اگر خیلی کمترک تیا خونه و در میکنم خیلی باید کارخونه دیگه نمیرم کار میکنم زندگی ما پیش بردن میگیرم. فریزه صاحب 2 دختر است. فرزندانش حتی در تابستان هم میسولفند. در برابر این از بیماری معده و روده اذیت میکشند. دکتر میبره میگن که ویتامین نشون کم ای جوشون داده خمیکن. هم دارو پولی نرسم به میگیریم. یا اسم سماخه وای میکنیم شنده. بنا به پژوهش برنامه عضوقواری سازمان ملل متحد در بین کشورهای منطقه در تاجیکستان مردم بیشتر از همه از کمبودی غذا رنج میبرند. مقامات رسمی تاجیکستان تا حال حسابات سازمان ملل متحد را شرح ندادند، اما رقم‌هایی که در پژوهش ذکر شدند از رقم‌های رسمی درباره قشر فقیر تاجیکستان فرق ندارند. با آنکه همه ساله حکومت از پایین بردن میزان فقر در کشور خبر می‌دهد، ولی شماره بیکاران تا رفت زیاد می‌شود. در تاجیکستان تعداد اهالی که از کمبود غذا عذاب می‌کشند بیش از 30% را تشکیل می‌دهد. این تقریباً 2.5 میلیون نفر را در بر می‌گیرد. همزمان در حسابات سازمان ملل متحد آمده است که کمبود دائمی غذا، بیماری‌های دوامدار و طرز نادرستی غذادهی تقریباً هر 4 کودک تا 5 ساله را از رشد کافی جسمانی باز داشته است. وابسته به امکانیت هر یک مادر به فرزندش نه همون طوری که ضرور است بلکه موافق شرایط خوراک می‌دهد. از این خاطر رشد جسمی کودکان دهات از کودکان شهری فرق کلان دارد. در شهر کودکان از معیار زیاد قد و وزن دارند، در دهات باشد برعکس قد کوتاه و وزنی کم. گفته می شود که با وجود کمک مالی سازمان‌های بین المللی به خانواده‌های کم بضاعت، میزان فقر در تاجیکستان چندان تغییر نیافته است.